بعد سعی کنیم که چاکو قبل از اینکه درز بغسترشونه بگیریم وصل بکنیم به پشت. اینو آسه رو میذاریم روی پشت، همون حالتی که باید تو تن بمونه. نگاه کن، این حالتیه که تو تن باید بمونه. اندازه بزنید متوجه میشین که یکی. خب چون پایین کار قلفتی میشه، از پایین شروع نکن، ولی اینجا رو اندازه بزن یکی باشه. این یک پا یک پا اینجوری میگیریم، با دستمون این تهش رو نگه میداریم که نه پایینی چروک بخوره نه بالایی. یک اندازه نگاه کن، اینجا رو بگیر، اینو اینجا رو بعدم با دست وسطمون میگیریم قشنگ که اندازه داریم. آسه رو سعی کن رو بذاریم. اینجا رو بگیر قشنگ، این تیکه رو اینجا رو میبینی، هم از اون یک تیکش مونده بود، یک سانتش، هم از این. اینجا سوزن فرو میکنی داخل، یه بست میزنی، میای بیرون. این یکی طرفشو که اینطوری چرت زده بودی، از همین گوشه بغل دوباره شروع میکنی به دوخت که تمیز در بیاد. میبینی اینجا چجوری میمونه؟ نگاه کن، اینجا یه دونه مثلثی داری که این تمیز در بیاد. اینو از گوشه اون شروع میکنی به بستن. این تهش بازم میگیری که بالا پایین نشه. اینجا رو قشنگ صاف میکنی. اینو تا نصف رو بری میکنی که بعدم برای قلفتی. الان نگاه کن، این بعدم اتو بخوره قشنگ میزان. ببین من الان آسه رو اتو نزدم دیگه، ولی این اتو بخوره قشنگ اینطوری تمیز میزان میمونه. این وریه، دیدی قشنگ، دیدی چی خوب موند.